اینجا رادیو پیک است، صدای همه محاربین ضد نظام که تو کار تشویش اذهان عمومی هم هستند. ما اغتشاشگریم، ما ضد ولایت فقیهیم و اومدیم که بگیم سلام، دمتون گرم، بزن بریم، بزن بریم به سرعت برق و باد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم عشق و داد و بیداد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم باد و باد، عشق و داد و بیداد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم از اینجا، بزن بریم به سرعت برق و باد. مناظره ها هیچی که نداشت این حسنو داشت که نقاب از چهره همه کاندیداها کنار زد و قشنگ نشون داد که آقا همشون تیریچه یه چرمن. از حقوق نجومی و املاک نجومی و جناحی کردن امام رضا و لوله کشی توی دانشگاه ها گفتن، اما دریغ از این که یه دونشون اسمی از درد اصلی که مقام عظمای ولایت باشه ببرن. دریغ از این که اسمی از سپاه و بیت و باقی خط قرمزهای نظام ببرن. دریغ از این که اسمی از 67 و 78 و 88 ببرن. اینا دور هم جمع شدن تا سر لحاف ملا هم دیگر رو بچزونن و ملت رو بچاپن مثل یه مش دلغک. به زمین خوردن دلغک یا در آوردن شکلک، واسه اینه که تو بخندی مثل رسم شاه و تلخک، مثل رسم شاه و تلخک. خب به حمدالله با تعریف جدیدی از مردونگی هم آشنا شدیم. شیخ فری تو مناظره نه گذاشت و نه برداشت و به قالیباف گفت که اگه سال 84 مردونگی نکرده بودم و پروندت رو میکردم الان اینجا واسه ما شاخ نشده بودی. یعنی اون سال قالیباف یه تخلف گردن کلفتی کرده و شیخ حسن هم پروندهشو ماسمالی کرده، اونم من باب مردانگی. دیگه شما خودتون قاضی به این میگین مردونگی؟ اهل گیتی موجودات بسیار زیستند با ظاهر یک مرد، لیک بسیاری شایسته نام مرد نبودند. واسه این سخنرانیت باید به جایزه بدن. راست میگه، اماش هم همینو میگو. مردک حق مردم رو پایمال کردی و با نامردی تمام زباله‌دونی رو لاپوشونی کردی، اون وقت میگی مردونگی کردم؟ این همه سال گذشته بعد تازه یادت افتاده پرونده شروع کنی؟ مردونگی؟ مرد؟ آدمای این زمان به هیچی پابند نمیشن، زیر حرفا میزنن به قول و پابند نمیشن، دوره نامردی لوتی کشون. آقا این دروغای انتخاباتی و وعده های کشکی صدای خود کاندیداها رو هم در آورده. یعنی خودشون هم میگن نکنید این کارا رو. مثلا همین حجت الاعدام رئیسی در این رابطه اظهار داشت که این که من میگم به عقل مردم، ولی که مردم یعنی نگاهشون به کارهای تبلیغاتی پرپکانی با یک گزارش واقعی از برنامه و از عملیات شدن برنامه داشته باشن. به نظرم شما هم صبر کنید تا ببینیم که دیدگاه من. چی گفت؟ کارهای تبلیغاتی پرپکانی. چی کانی؟ آقا بنده این کلمه رو زدم تو گوگل، الان 1 ساعت نت ما قفل کرده. زدم لغتنامه دهخدا، گفت I don't know. بابا پروپاگاندا رو تو بلد نیستی بگی بعد میخوای رئیس جمهور بشی؟ گفته بودن که 6 کلاس بیشتر سواد نداری، اما والا کلاس 6 هم دیگه اینو کامل بلدن. آقا اگه ما رو اعدام نمی‌کنید شما به همون دروغ گفتن و پروپاگاندیتون ادامه بدین. آخه من این پروپاگاندی رو کجای دلم بذارم؟ پروپاگاندی Mais je la joue cool, c'est vrai que j'en ai tant rêvé, et je roule, même sans savoir où je vais. Je la joue cool, j'ai pas l'intention de changer, et je roule, avec ceux qui m'aiment. تا حالا صحبت املاک نجومی که میشد معلوم نبود که دست کیاست. صحبت حقوق نجومی هم که میشد بازم اونم معلوم نبود. طرف جیب یه نفر رو میزنه اسمشو 100 جا تیتر میکنن اما اسامی این نفرات رو لو نمیدن. هر بارم که بهش نزدیک میشن میگن به خاطر امنیت ملی و آبروی افراد اسم نمیبریم. تا این که بالاخره سردار قالیباف پی همه چی رو به تنش مالید و صاحبان املاک نجومی رو لو داد و معلوم شد که رفتگران هستند که املاک نجومی رو بالا کشیدند. بعد ما املاک نجومی ما دادیم به کارگر رفتگر بر اساس ضوابط و مقررات قانون. املاک نجومی رو دادی رفتگرا؟ یعنی الان اونا جزو 4%؟
یعنی کامران نجفزاده و هادی سائی و محسن پیرهادی و معصومه آباد و الهه راسکو و شهاب مرادی و همه این خرپولای شورای شهر که تو نیاوران و آجودانیه و خیابون پاسداران خونه و ملک گرفتن همشون رفتگرن؟ خب آقا ما هم بریم رفتگر شیم. چجوریه این داستان؟ نه آقا، اونا رفتگر نیستن، اونا خاکروبهایی هستن که باید جارو بشن. رفتگرای واقعی همونایی هستن که کوه دردن و تن خستشون همیشه سرده. مکه نرفتن ولی بهشون میگن حاجی، چون پول نداشته بهشتو بخره توی حراجی. حاجی خسته نباش، فدای بوی خاک تنه، فدای نوازشات رو زمین وطنه. حاجی خسته نباش، فدای پینه های دستا، چشات پر غمه، چقدر گریه داره حرف، قربون اون تن خست که همیشه سرده. ظاهرش نارنجی پوشه ولی یه کوه درده، داره جارو میکشه عقده های ملت رو. ببین با این سن و سال حاجی خدایی در دوران انتخابات همه چی سیاسی و جناحی شده، از پارچه سبز و نبات گرفته تا رفتگرا و رنگای مداد رنگی و لوله. تنها چیزی که سیاسی نشده بود و به ذهن هیچ کس هم نمیزد که سیاسی بشه جناب گلابی بود. گلابی که ایشون هم به زمره سیاسیون پیوست. اولین بار شیخ حسن روحانی بود که گلابی رو تبدیل به یک برند تبلیغاتی کرد. یک عده کودک به دم درب باغ آمدند و میگویند سیب و گلابی کجاست که ما میخواهیم میل کنیم. کار به اونجا رسید که حتی تو مناظره هم این رئیسی ببو گلابی اسم این میوه رو به ننگ خودش آلوده کرد و سراغ اون رو از روحانی میگرفت. شما یکی از گلابی هایی که باید از برجام میچیدید و اعلام کردید سرمایه خارجی بود. عدد سرمایه خارجی رو خودتون بگید چقدره؟ بابا دیگه برندهای تبلیغاتی همدیگه رو دیگه ندوزین دیگه. چه داستانیه. روحانی گلابیه، میرسلیم ازگیله، قالیباف هویج فرنگیه، هاشمی تبا خرمالوه، رئیسی بادمجونه، جهانگیری هم خیار چنبره. بابا چیه همه افتادین دنبال گلابی 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 گلابی؟ دیشب تو خواب گلابی میدیدم، تو گاریا چارقد آبی میدیدم، گل گلابیا و نقش شکوفه های بخگلی مثل آقا مگه مقام عظما نگفت که همه بیان رأی بدن؟ مگه نگفت هر کی نظامو دوست داره بیاد رأی بده؟ مگه نمیگن که مملکت ما امن‌ترین کشور خاورمیانه است؟ انتخابات هم که به راه و خواننده‌ها و هنرپیشه‌ها هم که قطار شدن قربون صدقه کاندیداها برن که بیا و ببین. خب حالت تو دیگه واسه چی وجب به وجب نیروی انتظامی و پاسدار و بسیجی و اینا چیدی؟ دیگه مانور موتور سوارای ولایت و اراذل و اوباش واسه چیه؟ دنبال کیان اینا؟ دنبال 4%ان یا میخوان اختلاسچی‌ها رو میخوان بگیرن؟ نکنه نجومی‌ها رو میخوان بگیرن؟ بابا اینا که خودشون کاندیدن. پس جریان چیه؟ این کدوم دشمن نامرئیه که همه جا هست اما میگن نیست؟ نکنه میخوان 96% رو بگیرن یا دنبال اونایین که بنر کاندیداها رو پاره میکنن و رنگ میپاشن بهشون؟ ترس، لرز و دیگر هیچ. عظمای بی پدر که ریت بی خطر عمرت به سر رسیده، از فیس و تلگرام از این ترانه هم رنگ از رخت پریده. وای از شبی که تو افتی به چنگ من ناسبی مروت، دنیا به چشم تو تار و سیاه شود آخونده ور پریده. جانمی جان 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 اومدیم وای 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 حال تو هی 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 هی. هزار نکته نهفته. میرسلیم توی شبکه خبر گفته هیئت دولت منو 80 میلیون ایرانی تشکیل خواهند داد. حالا من خودم الان موندم وزیر نفت بشم، وزیر خارجه بشم، ولی این رامتین ما وزیر فرهنگه ها. از الان گفته باشم که در جریان باش. بعضی که شیخ فری گفت من رئیس جمهور درد و التهاب مردمم، یکی از دوستان شعری رو برامون فرستادن که براتون میخونم. تو عامل درد و التهابی شیاد، هم قاتل و هم سارق نابی شیاد، با غارت و اعدام شد اسم تو عجین، بازم تو به فکر انتخابی شیاد. آقای هاشمی تبا گفتن اگر رئیس جمهور شم معادن زغال سنگ و یارانه رو تعطیل میکنم. احساس میکنم این همش به یه زبونی میخواد بگه آقا چرا منو تایید صلاحیت کردی؟
رئیسی میگه میخوام با گیاهان دارویی درآمد کشور رو 2 برابر کنم. هی میگفتن اینا اثر علف و این چیزاستا، من باور نمیکردم. صدای میرسلیم یه جوریه که انگار دودو گرفته نمیخواد بده بیرون. حالا بعد با همون صدا هی میگفت منو روشن کنید. داداش خودت که احتراق داخلی کاری، بذار 2 بگو هول بدن دیگه بابا. بربری با حلیم آقا مصطفی میرسلیم. حجت الاعدام رئیسی مثل این که یادش رفته بود که روزنامه قدسو داره. تو مناظره گفت من که روزنامه ندارم. البته راست میگه، یه پدرزن داره هممونو میخوره. در ادامه شما اگه یوهویی حرف رئیسی رو قطع کنی، ازش بپرسی در مورد چی حرف میزنی، میگه چه میدونم همین چیزا که داریم میگیم دیگه، چه میدونم همین چیزا که دارم میگم منم دارم میگم دیگه. قالیباف رئیس جمهور که نمیشه. شهر دارم که منتفیه، پسندازی هم که نداشت. تنها کاری که میمونه همون لوله کشیه. طرفداراش میگن محمد باقر از زباله که برق تولید میکنه، املاک نجومی رو هم که میده به رفتگرا. خب حالا یه بستنی 400 تومانی هم بخوره نوش جونش دعوا نداره که. آقا ما معتقدیم اینجوری نیستش که همیشه از زباله برق تولید بشه. بعضی وقتا هم از برق زباله تولید میشه. ما هر موقع تلویزیون رو میزنیم به برق و مناظره پخش میکنه یه همچین حسی داریم. RPAKE RPAKE این آیدی کانال تلگرام ماست. جوین یادتون نره، ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید و در پایان بشکن طلسم حادثه را بشکن. بشکن باشه میشکنم